اپای شما گفتید که به نام پرزیدنت مکتوب کردید و در این مکتوب شما چی نوشته شده است؟ در این مکتوب از جناب عالی خواهش کردم که فرزند ما را به حد محققانه به محبس کشیدن. بسیار مهلت بسیار دراز دادن، 18 سال که او هیچ گناه نداشت، فقط همون یک تاکسی کار میکرد. هم دوام همین سالشید با یک کلانتر میبود میورد، در وقت خالگیش تاکسی میکشید برای با یک کوارتیر پلی و یک چوپلیش. برای همین تهمتش کردن که آدم را با ایرپورت به سوریه میبرده. گفت تهمتش کردن. خیلی بچه‌م گفت که من یکم گناه ندارم، خیلی تاکسی گفت من یک از گیجه برای گفت میرم، همین خیلی نیست گیجه که بگم. برای همین 18 سال دادنش. من ای پرزیدنت خواهش کردم که مقصد 3 فرزند نابالغ دارم، من مادر کسلیم، کسلی قند دارم، کسلی 6 دارم، در اونجا کار نمینم، اویلش کار نمینم، اویلش هم کسلمنده، زوب میگیرش خوشش میکند. وقتی خیلی وقتی که شوهرش خبر شد و بسیار تیز میشه. یگانه سرابان خانه‌تان بود. یگانه سرابان خانه بود. در این مکتوب تو چی نوشتید به نام پرزیدنت؟ چی هست؟ چی نقل میکند؟ ای پرزیدنت طلب کردن که مثلا وضعیت ما رو در نظر بگیرن و کمک کنن که تو همین فرزندم آزاد شود. این میگن که بچه شما گویا در ترکیه به نام قاری حسین شناخته میشید و چه خیلی بود؟ همین اول هم خیلی بدونمش. قاری حسین. نه در ترکیه نه، در همین جا طول هم قاری حسین وقتی که خوندم حفظ قرآن گفته است، قرآن خوندگیه، اگه به خاطر همون قاری حسینش میگن. در کجا قرآن خونده؟ پاکستان؟ در پاکستان خونده. چه خیلی شد پاکستان رفت؟ در پاکستان خواند؟ پاکستان در دوره جنگای یعنی بین 92 سال. 92 سال همین ما گریزه شدیم رفتیم افغانستان. او 8 ساله بود. 8 ساله بود، کودکا بی سواد موندن، همین میدیدشو رحمت میومد، سواد نداشتن. 1 سال همگی 1 سال مکتب خونده بود. بعد اومدن خبر کردن که مکتب اینترنت هست، میبریم در اونجا تا وقتی رفتن تا به خونه بیسته بود. خیلی دادم رفت مکتب سوز بود، مکتبی سوز بود. در لوزای انگلیسی، عربی، اردوگی، هندی زبانه که اردوگی هم پاکستانی را از خود کرده با فنوی متماتیک، گیومتری، فیزیک همه فنا را شروع خونده بود. وقتی که برگشت اومد 16 ساله بود، دیگه 2 سالگی مکتب خوند. مکتب یعنی همسپاش قدیم مکتب خوند. هم پیش قدمی بود که معلموش حیران میموندن که این در اونجا گشته است با این سواد زور دوره گفته جایی که مسابقه و چی میرفتن فقط همین را میبردن. با چند بار رحمتنامه گرفتم که مقصد فرزند نقص تربیت یافته است، نقص خونده است در مکتب گفتن. بعد من میخواستیم در اون مکتب در اونجا داخلش کنم، لیکن نبودم شرایط. پدرش کسلی خام بود، من یک من عجوب من برام میگه که برای او را در مکتب داخل کنیم در اون مکتب بخونه. ایری به همین بعد 1 سال نیم سال اینجا کار کرد، یک در رونداوتای خانگی بودم شخصی همون کار کرد، یک کم در بزرگ با یاردمچی که کار کرد. هم قدید شرایط مناسب. بعد اویلدار شد. اویلش هم خیلی چیه که به هیچ هم دگرفتیمش که برای که من کسال بودم آدمی نبوده خونه کار بار کنم خشته بار بود. خیلی همین خیلی که مایل بگیره که یک بچه داری بری هرچی کنم روی خاطری همین کسالی من روزی هم دستگیرش کن نگم ایسور دستگیر کردیم اویلدار نیست میگون همون اویلش هم 3 فرزند دارم میخوام